شده چند روز که رخشویی نکردی، پیرزال و خیا کنارم. نون پخته نکردی رخت آب مونده، پیرزال و خیا کنارم. ترکه می برم بی بی کی به ما غرود به ماله، بی بی و خیا کنارم. اگه میری بابا خونه شاور خوب بیایی، بی بی ما و خیا کنارم. دمی که تو دست به دست بکنم بی بی جو، بی بی و خیا کنار من. شده چند روز که من ندیدم تو رم، بی بی به کجا برفتی؟ او بیا تا بالا بام. این جگاه ششته ای چکار میکردی؟ بله چکار میکردی؟ خر میفروختم. خوب کاری میکردی. میگم بابا میگم وقتی بیا کمی تمنای ببری بدی در سر عباس اینا بدی بر اینا تمنا؟ در سر عباس؟ همون تمنایی که بررسی تو نستوندن کرسی تو کردن. الان بابا تمن ارزون شده خبر دیدی. بابا بنشتن تمن خریدن. اگر کدام اینا رو ببری بدی به در سر اینا بر اینا پولا قربزایی در سر عباس اینا؟ خوبه. خود تو نمیتونی ببری؟ نه دیگه خود تو ایستونی من برم بابا استوندن. خب بابا بستوندن مرسی تو ایستوندن. خب با من مرتکه مرغ مردار اعتبار نمیکنه. خیلی میکنه. حالا این پولار بابا گفتم برو جخ کو که بیای بابا. خب چندیه؟ 20 میلیون تومان. 20 میلیون؟ 20 میلیون تومان. برو. اوش کنی که گم نشه پیشتو نجونم. اوش کنی گم نشه پیشتو نجونم. نه بابا البته چیچیلکیم. خب خدای ونستی اگه از این بلغا ما 1 ساعت خیر دیده باشیم. خود چه کار کنیم بلغا نباشی یا بگم زور زنیم شم کنیم که او بگیریم. کلم بیا ما سنم باشم خیلیت جان خیلی خوبه جانجوره اینه چیه؟ بله این چیه؟ این دونه وزید جان پرتو؟ نه تمن تمن؟ پول تمن؟ تمن میشه کار؟ اینا پولا شما نه پولایی که برای تو بداده به عریسی ما. خب انا چی شد پولا ما بیاوردیم پولا قرضشونه کجا برای تو؟ برار می برار نیم تا خونه بریم پولا رو بدم دست تو. اشته دیگه گیلک جان شکر فضل خدا. گفتی اینو تمنه؟ چی تمنه؟ از پول کجا آوردی؟ اینا همه پولایی که شما به عروسی ما بداده میدیم. خب انا پیار ما گفتم ببر خاطر که تمنم ارزون شده. انا 20 میلیون پولا شما گفتم 20 میلیونه. به تا لیلون کردم انا به تا دستمال گفتم روش کو به تا بغل خو که خدای نکرده انا کیسه زن و کیسه تو قچی نکنم. خب این تمن بیاردیم به خونه ما. خب این تمن بیاردیم به خونه ما. یک دفعه دیگه هم بگو پولا چیه؟ پولای که برار تو نسدی میدی پیش از این بس 90 روز بیشتر سب ما. بفهمیدم. که به عروسی ما. خب انا مینا رو ما کمیده کردیم اینا 70,000 شد به خیال ما. 70,000.
خب انا کجا عباس پیار تو عممه پیار منیم مدار رو بزرگ سر خاله من رفتم سر خاله من خب انا تو یک زنگ به برار خوب بزی خب یک دقیقه خب همون روزی که ما به شما پول دادیم پول تمن بیدم ها بردی میده کردیم آفرین خب اینا رو چرا نبردی میده نکردی کدومو همین پولا نه اینا پیار من دیرو بخریدی بیدم خب روز ما به شما پول تومن دادیم یا پول نقد دادیم پول افغانی نه سکو پیار تو مثلا برار تو خب پولار بدادم به دست ما گفتم من ببریم بخو میده کنیم ما ببردیم میده کردیم 70,000 شد خب 70,000 حالا چرا تو تومن آوردی؟ خب شما 20 میلیون تومن داده بیدیم به ما خب 20 میلیون تومن برا خب اگر عقل نداری تو بیته که اگه بگی نه خب آفرین امروز که ما به شما پول تومن ندادیم پولار خورده کردیم پولار تومن افغانی کردیم به دست شما دادیم این کار همی بود افغانی میکردی 70,000 پولار کامل میاد بابا اینا ما افغانی نداشتیم اینا ما چیز داشتیم خب اینا ما تمن نداشتیم اینا ما بخریدیم خوب هوشیارین شما نیه من نه مادر و پیار ما هستم هم پیار مادر تا مادر هوشیار باشه چرا بچه اون هستی چرا نمیفهمی گوش من از اون خانه گوشی خوب بیارم همینجا بستم فکر میکنی ما نمیفهمیم پول امیت زمانی شده که پول نقد افغانی میده پول تومن میارم وای 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 صبر کن خوبه لالا خوبیم بخیرین شکر زنده باشین لالا امی گلک بیامده به خونه ما امی پولایی که 20 میلیون تومن ندادیم به روز عروسی که ما عروسی گلک بگیرم پول که برای ندادیم 70,000 تمن بود خورده کردیم پول افغانی به دست ندادیم نه ما میده کردیم خب آل گلک 20 میلیون تومن آوردش تا بازی بغل خود کرده بیارده به خونه میگه که پیار میگفته 20 میلیون تومن قصد از شما از ما ماسترین 20 میلیون تومن خور بگیریم بگو گفته خیر بینی گفته خیر بینی تومن آورده لالا تومن آورده می تو تا یک شال یا بیارده میگه اینا رو بگیریم خدا را ما باز هر چی میگم میگه افغانی چیه تومن چیه ما بازی میگم این میگه اگه هوشیار میبود بهم دفعه اول میفهمی کوبه دیگه دستم چی میگم سر کن خوبه خوب باش حالا که تومن به 2 روپیه خوب باشه میگم بریم خداحافظ گیلک جان حالا تومن به 2 روپیه میفهمی اینا چند میشه اینا 40,000 افغانی میشه خب 30,000 دیگه کیسه میزنیم من نمیفهم پیار نگفتن خود تو که نمیفهمی بیا پیار پیار نگفتن ببر تومن اینا کارزون شده به فایده مونه ببر اگه اینا بده بیتینا خب امیت گفت خود تو که نمیفهمی امیر میگفتی که بابا امیر برای خورده کن 70,000 نقد بری از اینا بریم من میرم دیگه برو گیلک جان برو چی بگم ما برا کن به پیار کن به پیار کن بگو عباس اینا گفت خیلی کردیم ما نمیفهمیم بفهمیدی تو من به 2 روپیه اینا 40,000 میشه 30,000 دیگه هم هم بدیم تو من خدا کنم 10,000 باشه خدا کنم 1 روپیه باشه 70,000 پول نقد برای ما بیارید افغانی برو بخیر بریم وای 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 سکو اشته و شیارم پیاره بچه ما تمن خورده کردیم 70,000 روپیه شد 20 میلیون تمن حالا 20 میلیون تمن بیارده کال تمن به 2 روپیه 40,000 روپیه میشه آقا چکار عباس؟ چی میگفت گیلا؟ هیچ لالا بیامونه دیگه به بالا سر خونه میششته تمنا رو به بغل بیارده میگه این تمنا رو پیانه نکرده که برو به سر عباس اینا گفتم ما روزی که به شما پول دادیم تمنا خورده کردیم به جلو روی شما 70,000 افغانی به شما پول دادیم 20 میلیون تومن آوردیش تو بیاورد 40,000 روپیه میشه 30,000 دیگه ما به کجایه
اول که اون پولا رو میزدی به ترویو تو بزوی میگفتی تمنار برار ما بعد به دست شما داد گفت بریم برای خود میده کنیم اینا رو بشکنیم به افغانی هر چی که شد با خود شما اصلاح میکنیم خود شما برفتیم اینا رو میده کردیم گفتیم 20 میلیون تومان 70,000 افغانی شد حالا که خبر شدین که تومان ارزون شده با پولا مر بیارده میدیم ما اونا به شما تومان به تومان داده بودم گفت شما پیار بچه ایت هوشیاره ایت نیکیا با مردم هنی نیکی که آخر همسه که چه کار میکنه پس اون را بغاره کردم ری کردم تو برو بغیر کار خو برو 30,000 دیگه ما که 70,000 پر رو بیا اشته هوشیار شدم با اینا به کارا یک بکر قبول نکنه که من 70,000 پول خورمایم دیونه کنیم با که 30,000 په توان بکشم هم ثواب و هم کباب شو یا الله بفرمایید بیاید یا الله بفرمایید کجا میبرار تو؟ بزو خونه یا بر صدا کو که صدا کنم آه. باش میان کاکو خیر بودن یخ که دو بله یا گفتم بیاید تو باد بلاختی سلام علیکم سلام علیکم ایش ناله اشتنی مامون بیاره بیاید حالا بشین یار خوبه جان داره خوبه چی گفت پای ماما خیلی خوبه سلامتی شکر زنم اشتنی شکر شما خوبی تیار هستیم شکر میگم این تمام عمر رای کردن چرا شما بر نداشتین قبول نکردین تمنار تمنار ما به شما تمن داده بودم امروز دیگه میگم 20 میلیون تومان به ما دادیم نگفتی که 5 تومان بدین نه و چی گفتین نه ماما شما سه کنیم به شما چی میگم خب روزی که تمنار به شما بدادم گفتیم عروسی به چه خور میکنم گفتم ماما من افغانی ندارم این تمن تمنار بگیریم خورده کنیم هر چی که شد با آمار نار به ما بدیم گفتین صحیحه بردیم تمنار به ما زنگ زدیم گفتیم 70,000 ریپه شده باز گیلک پولار بیاورده 20 میلیون تومان بداده و دست عباس حال تمن به 2 ریپه 40,000 ریپه میشه ماما ما پولار به شما بدادم که شما تمن به ما بیاریم امروز اول کم 20 میلیون تومان به دست ما دادین گفتی عوض می پولام 5 تومان دادم بدین کوکو نه گفتم کوکو جو سه کنیم اگر تمن به 5 ریپه بشودی حال شما به ما 1 لک ریپه پول میدادین همین شما به ما بگین یعنی دیگه تو بیتر میفهمی دیگه شما هم میفهمیم خب همین خب شما ما به شما پول این که سود بر ملایکو پولش نمیخوری ماما جو سود نیه من پولار به شما به افغانی دادم من 100 رقم تمن به من بداد یا ندادی کوکو جو در مقابل با تو تمن بدادی من ندادم نه او تو نبودک شما حالا اگه به خوبر میسورین خب تمن من به شما بدادم گفتم میده کنید بعد چرا به من زنگ زدین گفتیم 70,000 شده اگر من اونا رو به شما تمن به تمن دادم ما امین زامین نبودم که هر چی ماه بشه شما گفتم به من زنگ زدین که چند شده گفتیم 70,000 گفتم صحیح حالا که خبر شدین که تمن پی اومده 40,000 ریال راه خدایه که من هم ثواب کنم پول به شما بدم هم 30,000 ریال ما تاون بکشم خانم 30,000 ریال به تو تاون بدم 70,000 ریال پول مر بدن خدا کنه به هر چی باشه چی کار دارم خورده کن 70,000 ای که حرام مرملای دیگه حرام میخوری دیگه میگم یا هم گناه خود مانه اگر روز اول این برار ما میگفت ماما من خیره یک پرزه میگرفتین حتی منا هر چنده که میشد الان اون پرزه میکشیدم مگه اون پولا نقب ما میداد اصلا عباس گناه خود منه بفهمیدی که به کسی پول میده عظیمی ساعت و سینیه ماما جو خوب به چی پیار مکنی برار منی عباس بیای برات پول 1 روپیه دیگه نمیدم به هیچ کی حالا کم 70,000 ما بریم تیار کنیم بیارین خیر بینیم هم کباب شدیم خوبه نه موزه نه خدا بیامرز آخر هم شما خود میگم 30,000 پتون میدی دیگه اختیار کردم حرام ورملا حرام میخورم کوکو جو 70,000 ریال بیاریم خیر بینیم خو خیر گپی نه حرام میخورم 30,000 میارم 30,000 قرض میگم هی بابا انا به تو دامه که میگم ثواب نمونده میگی نه من حرام میخورم شما نگفتم گفتیم ماما من خیره خو این دیگه بابا من پند شد که به چی پیار خود دیگه پول ندم برای او